در دهه گلستان دهات گلستان ناحیه واسه این کانال سیل پرتو است. این انشاءات سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده اهمیت استراتژیکی دارد. دهه را از سیل دیگر آفت‌های طبیعی نگاه می‌دارد. با مقصد پیشگیری سیل پیش از بهار بعد تازه کردن زهکش سیل پرتو روزهای استراحتی این ساکنان دهه به حشر برآمده ساحل کنار زهکش را که به صفت پرتوگاه غیر رسمی استفاده برده میشد تازه کردند. پرتوها را کشانیده برده زمینش را تخت و هموار نمودند. ول بوجا کردگه اوشا با پگاو پگایا سر میکنیم. همین رای آوید کوچه را میکنیم میاریم بایا خونه خدید اینم زابرده خوش میکنیم بر ما رفتن میگه. بهترین کار میشه. یعنی هر سال اولگان میکرد. پرزیدنتیو دا او میرا میدرما دعوا و های میشید. همه میره شل و هم خودو برطرف کشید. در دهه گلستان در این ماه با این زهکش دیگر زهکش‌های بین خوجگی‌ها از لایقه تازه کرده شدند. در این موضع 4.5 کیلومتر این زهکش با پیشنهاد جماعت دهات گلستان و سهم ساکنان دهه تازه کرده شد. برای حالت میراثی را بهتر کردن و پیشگیری و حالت آفت‌های طبیعی 1500 متر روی زابرها روزه و حالت 500-600 هکتار زمین فورم حالت میراثیش بهتر گردانده شد. و همین مانند در دهات به نام رودکی هم کارهای پیشگیری سیل ادامه دارد. با پیشنهاد جماعت دهات در این ماه بعد انجام کارهای سیلبندی در یک چند موضع‌های خطرناک به قید گرفته شده ناوه‌های سیل پرتو تعمیر کرده شده برای گذشتن سیل جویبارهای نو کنده شدند. از جمله کانال کفترخانه که زیاده از 500 متر تازه کرده و کانالی که در تای کمر هست باید پرچوبگاه از جمله تازه کرده شد. در این حشر دستیارانمانه زیاده از 15 تکنیک‌های سفربر کرده شد. طبق نقشه پیش بینی گردیده کارهای پیشگیری سیل در دیگر دهات‌های ناحیه ادامه دارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.